این هفته خبر تو خبر داره براتون. از جلسات رنگرزی تیم مذاکره کننده تا سر بسیجی ها رو شیره بمالن و جام زهر رو به جای شیشه عسل به اونها غالب کنن. تحریم ها ما رو مجبور نکرد که بریم داخل مذاکره. آنچه که باعث شد ما وارد مذاکره بشیم این بود که در عرصه میدان هسته‌ای به آنچه که می‌خواستیم رسیده بودیم با دست پر و می‌خواستیم اینها رو تثبیت بکنیم و مورد شناسایی بین‌المللی قرار بدیم، مورد احترام بین‌الملل قرار بدیم. یعنی واسه تثبیت دستاورداتون رفتین پای میز مذاکره؟ اگه اینطوره پس چرا این عظمای گردن شکسته یه چیز دیگه میگه آخه؟ اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا اصلا مذاکره کردیم ما؟ اصلا مذاکره، نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چی بود اصلا؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته بشه. تحریم ها ما رو مجبور نکرد که بریم داخل مذاکره. حالا بسیجی های وارفته سوالشون میشه که اصلا با این انرژی هسته‌ای ما به چی رسیدیم که به خاطرش این همه نظام رو دادیم زیر منگنه؟ ما دنبال بمب هیچگاه نبودیم، هیچگاه هم نیستیم. دنبال در واقع هژمونی در منطقه هم نیستیم. خب اگه بمب نمیخواستین پس با انرژی هسته‌ای میخواستین چه کار کنین که ارزش این همه تحریم رو داشته باشه؟ کاربرد دانش هسته‌ای در عرصه کشاورزی هر روز گسترش پیدا می‌کند و دانشمندان کشورمان هم به تلاش‌های خود برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر در این زمینه ادامه می‌دهند. بله، پس با انرژی هسته‌ای میخواستن سیب گندیده رو سالم کنن و ترشی بندازن ها؟ برو بابا، برو این حرفا رو بذار لب کوزه آبشو بخور. بیا حرف آخر رو از این دلال کهنه‌کار بشنو که توی کلام میگه بابا ادا و اطفا رو بذارید کنار، ته خط باید تن بدیم. ما 2 امتیاز بزرگ میگیریم، 2 امتیاز بزرگ میدیم. امتیاز بزرگی که میگیریم این که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته میشه. امتیاز دوم بزرگی که میگیریم این که حق غنیسازی ما برای حق آب سنگین هر دو این دوتا رو میپذیرن ما داشته باشیم. این 2 امتیاز بزرگ در مقابل 2 امتیاز بزرگی که ما دادیم و خواهیم داد، یعنی توافق نهایی هم بدون این 2 امتیاز نمیشه. یکی این که سیستم وریفیکیشن راستی آزمایی بسیار وسیع و گسترده خواهد بود و دوم هم این که محدودیت روی برنامه هسته‌ای ما برای یک دوره زمانی مشخص خواهد بود. اما این روزه ها دردی از دلواپسان نظام دوا نمیکنه. حرف جماعت دلواپس اینه که آقا اگه دارو نداره هسته‌ای رو هم بدیم بازم این گره کور بدبختی های نظام باز بشو نیست که نیست. در توافق ژنو هر جایی صحبت از تحریم بود، صحبت از برداشته شدن تحریم بود، یک قید هسته‌ای در کنارش آمده بود. یعنی چی؟ یعنی از 28 تحریمی که ما در آمریکا داریم، از این 28 تا فقط 5 تاش قابل تعلیق یا لغوه. اما خبر عظماسوز این بود که تازه همین چند تا تحریمم بلافاصله برداشته نمیشن. سخنگوی کاخ سفید بار دیگر اعلام کرد تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق با ایران تخفیف نخواهند یافت. بابا قرار بود این مذاکره ولی فقیه و از چاه در بیاره، ولی مثل ای که خودش به یه بحران جدید تبدیل شده ها. این یکی هم چون میدونه که هیچ امیدی به وا شدن گره ها نیست، از همین الان همه رو دعوت میکنه به فاز تحمل گرسنگی تحت عنوان قناعت. قناعت چیز قشنگی است. انسان قانع به یک لقمه غذا بگید سیره. انسان اگر قانع شد به یک لقمه غذا سیره.
قناعت یعنی این که از خدا هر آنچه که میرسد ولو این که کمم باشه انسان راضی بشه. وقتی زمزمه فرار قایقای آخوندا از آبهای یمن تو خبرگزاری‌ها پیچید، جونورای حکومتی به دست و پا افتادن و شروع کردن به بازسازی فیلم کریستوف کلمب واسه بسیجی‌های هراسون. یه جوری از رسیدن به خلیج عدن تعریف میکنن که انگار یه قاره جدید کشف کردن. بعضی ها شیطنت کردند، بعضی ها خوشحال شدند. عده‌ای گفتند ناوگروه 34م نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترسید و برگشت. عده‌ای هم خندیدند. اما حالا نوبت خنده ماست، چون ما هستیم اینجا خلیج عدن. ولی در حال حاضر دستوری بجز انجام مأموریت ذاتی خودمون و حضور در آبهای بین المللی و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران نداریم. این ناوچه ها که سابقاً کارشون سلاح رسوندن به نیروهای کودتاچی تو یمن بود، این دفعه چون مشتشون وا شده بود با یه مأموریت دیگه برای حضور خودشون توی این آبها توجیه تراشیدن. Security. Attention all vessels. Attention all vessels. شناورهای مستقر در خلیج عدن، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت دریایی و مبارزه با پدیده دزدی دریایی در حال گشتنی در منطقه خلیج عدن می باشد. البته خودشون هم میدونن که این خیمه شب بازی دریایی فقط برای دود و دم و جای جاش ماستم نمیبره. اول un bracciato pezzino freniamo. یکی از بحثای داغی که این روزا اساسی تو نظام گر گرفته و زده سر و صورت آخوندا رو پر از تاول کرده، این بحث پولای کثیف و خرج کردنش تو انتخاباته. ما الان در خصوص هر انتخاباتی شایبه هایی در بعضی از پول هایی که هزینه میشه واقعش وجود داره. کسی که بیرون برای نماینده هزینه میکنه، این نماینده فردا نوکر اونه، تعارف هم نداره، چون باید تابع دستورات اون باشه. نماینده از خودش که مایه نمیگذاره، باید میاد از کشور مایه میگذاره برای اون فرد. تو این گیرودار بکوبای باندی یه ورزشکار آمریکایی رو بردن ایران که ته خط برنامه‌هاش منتفی شد و با $150,000 برگشت مملکتش. کلمن 2 روز تهران بود بدون حتی یک کلاس آموزشی. کلاس ها لغو شد چون هماهنگی های لازم نشد و مجوزی نداشتند. خلاصه رونی حدود 450 میلیون تومان گرفت و فقط رفت سر مزار شهدا و برگشت کشورش. بعضی از مردم برای شرکت در کلاس های آموزشی کلمن از 500 تا 1,800,000 تومان پول دادن که هنوز تکلیفشون روشن نشده. معلوم نیست کدوم بابک زنجانی پولای این سفر رو به جیب زده، چون از اول تا آخرش به چاپ پول مردم بود. رونی کلمن نیومده، کلاس ها رو کنسل. بله نیومد. فدراسیون هم جواب نمیده. آخه یه نفر نباشه که جواب بده. کلاس آموزشی این کلمن آمریکایی که برگزار نشد، اما نکته جالب پولهایی بود که علاقمندان به این آقا به حساب شخصی یک فرد واریز کرده بودند. این قبضی هست که دوستان مبلغ رو پرداخت کردن، 645,000 تومان. 1,800,000 شما به حساب کی ریختید؟ کسی تونستی کسی رو پیدا کنی؟ نه اصلا جوابگو نیستن. بله، کل ماجرای سفر این ورزشکار از همه جا بی خبر شد چند تا مصاحبه و گفتگوی تلویزیونی و یه گلگذاری که صدای خود تیمیریش رو هم در آورد. به محض ورود کلمن بردنش مزار شهدا و بهشت زهرا. این یعنی این که ببینید کلمن تا اینجا اومده دیگه بهش گیر ندید الکی.
مثلا کلمن حزب اللهیه، فردا هم ببریدش نماز جمعه. وقتی جنگ و دعوای جناحی به حوزه سینما نشت میکنه، محصولش میشه گفتگوی این دو شارلاتان حکومتی درباره فیلم و سینما. ایران رو تغییر میدن. شما شما از اونایی هستی که ما رو باید بنویسن برای بکشن ما رو فرابخش عزیز. نگرانی تو من متوجهم. چیه نگرانی؟ ته قضیه رو بذار من بگم. نگرانی میشه؟ جریان بساز بفروش. نگران جریان اندیشه است در سینما. مثلا شما اندیشه داری؟ اندیشه بچه‌های ما دارن. ببین خب اندیشه داری که ببین بچه‌های ما کیان؟ علم خدا. شما زمانی که تو کوچه فوتبال بازی می‌کردی من فیلم می‌ساختم. فیلم ساختن تو که کسی منکر نیست. خب پس آخه عزیزم اندیشه اگر داشتی که فیلمات هم میشد جریان اندیشه. اگر شما اندیشه داشتی در ارشاد بودی موفق بودی. در حوزه بودیم بساط اگر ما موفق نیستیم نگران چی؟ همینی که نگران همینی که بیان چنانچه ضربه زدی در حوزه ضربه زدی در ارشاد ضربه زدی خب بیشتر از این ضربه من جواب بدین اطلاعات دروغه اطلاعات شما ثابت کن همونطور که میرم با آقای ایوبی اطلاعات دروغ میدن چه به مردم داره اطلاعات ان شاءالله برو فیلمای ما رو ببین حیرت میکنی از تعداد مخاطب دیدم گناهانم بخشیده شد چون فکر کردم جهنم چون یه مثال بزنم یکی اونجا بود تو سینما گفت اگه رژیم صهیونیستی این اسرائیلی‌ها رو بگیره بخواد اعتراف بگیره یه دونه این فیلم‌ها رو تو زندان انفرادی بینا نشون بده همه زیادتر هم اعتراف میکنن. این آخوند تانگی هم بعد از تخته شدن دکونش رفت تو کار آگهی‌های بازرگانی و بازاریابی واسه آخوندهای همریشش. اگر هر تصمیمی گرفتید مطابق نظر علما و مرجع تقلید به ویژه ولی فقیه زمان بود شما سند دارید روز قیامت. اگر نبود سند ندارید ها. پولی که خرج کردید هیچ حسابش دست شما نیست. روز قیامت نگید خدا من پول خرج کردم ها. وقت گذاشتید روز قیامت یه وقت نگید خدا من وقت گذاشتم ها. لذا آقای مدیر یه کارشناس روحانی که کنارت باشه هر کاری میخوای بکنی بگو این کار از لحاظ دین تأیید هست یا نیست؟ استاندارد دینی داره یا نداره؟ این آیت الله نورتون هم اومده تا درباره شغل جدید آخوندا توضیح بده. در سیستم نرم افزار کامپیوتر اون اصطلاح مشهوری رو دارن به نام دپلویمنت کردن سیستم، یعنی میان با یک نرم افزاری مجموعه فایل های متفرقه پراکنده اشغال کننده حجم هارد این دستگاه رو مدیریت میکنن. شما میبینید در قالب یک برنامه تمام اینها مرتب میشود و مشاهده میکنید که یک حجم فوق‌العاده‌ای که توسط این فایل های متعدد پر شده بوده و اشغال شده بوده خالی و در اختیار شماست. خب ماه رجب ماه به اصطلاح حرفه‌ایش دپلویمنت شدن آدمه. اگر این اتفاق نیفته این فایل های گشوده شده دانسته یا ندانسته در وجود انسان در ماه مبارک رمضان که ماه عطا و دریافت هست باعث می شود که انسان نتواند اون بهره رو در اون زمان خاص ببرد. این حاجی قرقرو هم دیفرگمنتش عقب افتاده و اساسی هنگ کرده. کی میشه آدم حال عبادت داشته باشه؟ چرا ما حال عبادت نداریم؟ خب چطور یه عده لذت میبرن از عبادت ما حال نداریم؟ این غیبتی که متاسفانه نقل مجالس ماست. کسی روز غیبت کرد چطور میتونه شب حال عبادت داشته باشه؟ ما ادعا داریم، ادعامون میشه میگیم آقا ما بهترین انسان‌های روی زمین، بهترین انسان‌ها، 17,000 تلفات در سال برای کشور 70 میلیونی. حالا وقتی دیگه خود آخوندا رو کسی تحویل نمیگیره توی این برنامه اومدن حداقل لباس آخوندی رو تبلیغ کنن. قابل توجه همه طراحان مد در دنیا. چه لباس قشنگ. خواهش میکنم. گفتم چقدر پر انرژی آقا. ایرانی لباس بپوشم در واقع خورده حالا چون روز خوبی هم هست که آغاز عرفانی هم داره گفتم بذار اقلن یه خورده حال هوای لباس پوشیدنمون نزدیک بشه. در انتها توجه شما رو به یک مسابقه دیده نشده از محمد علی کلی جلب میکنیم که پرده از روی یکی از شکستاش بر میداره.